ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، امروز هم میخواهم بهر شما یک احادیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمع شما برسانم. مثل عادت پیشین از همه شما عزیزان دل معذرت خواهی میکنم، شاید در دوام صحبت از ما خطاگی سر بزند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید: التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. توفیق، هدایت یک چیز بزرگی هست که الله به هر انسان نمیدهد مگر به اون انسان هایی که اونها در نزد پروردگار عزیز هستند، یعنی بزرگ هستند. به همین خاطر عزیزان دل، اگر الله متعال امروز به ما و شما توفیق داده است، باید قدر او را بدانیم، کبر و غرور را برای خود اختیار نکنیم. همیشه شکر کنیم که الله به ما و شما توفیق داده است. و توفیق دوستان عزیز به شما شرح میدهیم. هر انسانی را که اگر الله متعال او را توفیق زیاد عطا نصیب کند، الله اگر او انسان به طریق بهترین میتونه که به پدر و مادر خدمت کنه. اگر انسانی را که الله توفیقش زیاد کند، او آدم به بهترین صورت الله عبادت کرده میتوند. هر انسانی را که خداوند توفیقش زیاد کند، او انسان همیشه از حرام کرده های پروردگار دور می باشد. هر انسانی را که الله اگر توفیقش زیاد کند، او صله رحم به بهترین صورت ادا کرده میتوند. هر انسانی را که خداوند اگر توفیقش زیاد کند، با یار و دوستان خود به بهترین صورت رفتار کرده میتوند. و هر کسی را که الله اگر توفیقش زیاد کند، او انسان با بهترین رفتار نسبت زن و فرزندان خود رفتار کرده میتوند. مادامی که توفیق اینقدر چیزهای بزرگ در بر بگیرد، عزیزان دل، هر وقت که دستان میبرداره دعا میکنید، بعدی مغفرت گناه از الله طلب کنید که الله متعال توفیق ما را زیاد بگردان، هدایت ما را زیاد بگردان. حضرت علی کرم الله وجهه در سخنهای بهترین خود میفرماید: زن و فرزند، خانه و در، همه اینها نعمت است، نیکی بهترین نعمت این هدایت است، این توفیق است. به همین خاطر عزیزان دل، در دعاهای خود فراموش نکنید، همیشه توفیق از پروردگار طلب کنید. اگر انسانی که توفیق الله در هر دعاش طلب کند، او انسان به عملهای گناه کم دست میزند و با بهترین صورت به مردم رفتار کردن میتونی، مادامی که توفیق الله برات باشه. به همین خاطر این توفیق پیامبری که وصف کرده است، این چیز یک عادی نیست. هر یک ما و شما باید از الله مهربان خود طلب کنیم که الله متعال توفیق من و شما را زیاد کنه و با بهترین صورت رفتار نسبت همدیگر نصیب روزی بگرداند. آمین.